همون روز نمیدونم که من چه رانندگی کردم تو شهر بختار رفتم. وقتی که این خبر شنیدم خیستم و سوار ماشین شدم رفتم راست منزلشون رفتیم به برادرش فرزند کشم. هیچ باوری نمی‌آمد مرا که علاودین از دنیا گذشته است. چون که هنرمندا دانه دانه میشوند و نه در همه جا میشوند. میگویند که چو یک پیری خرد میرد بمیرد جمله آثارم، چو یک همسال من میرد گرانتر میشود بارم. این همین است. لایق بزرگ لایق شیرالی همین مصرع ها رو هم تو در هوا فکر میکنم که نگفته است، شعر زمینی گفته است که صمیمی و زمینی گفته است که همین است. هنر مرحوم علاودین سال نو تکرار بود. اینقدر در چند نقش یک نفر یک هنرمند بازی کردن این کاری سهل نیست. این چقدر عذاب کشیده و میسوزه و اینقدر که این یک صحنه را بسازه. تماشا میکنه هی یک تماشا میخنده و تمام. لیکن تا با او آینه نیلگون برآمدن این کاری آسان نیست. تا با او پیش آینه را میبری تمام میکنی که تمام میشه. همین کار هنری همین خیلی من برای یک سرود ما چقدر از اون میکشیم، ولی که یک آدم چند صحنه را اجرا کند. اجرا کنندگی عمومی داشت. هنرمندای هستن که دانه دانه هم هنرمند حافظی میکنه، هم نوازندگی میکنه، هم آهنگسازی میکنه، هم باز صحنه برایی و صحنه درایی و با این کاراش فکر میکنه. و بعضا هنرمنده هستن این به همه لایق هم شده نمیتونه و همه به این لایق شده نمیتونه. اما علاودین سر هنرمندی اصیل بود. اصیل باید گفت راهش شد.